قاعده 50 توحید و شرک در قیام را بدانیم. قیام در لغت به معنای ایستادن است. قیام در لغت به معنای ایستادن است و در اصطلاح ایستادن در مقابل خالق و مخلوق به نیت‌های مختلف. از این خاطر قیام علما تقسیم میکنن که قیام چند قسم است. قسم اول قیام ای است که انسان متعال برای الله متعال قیام میکنه و در قیامی که برای الله میشه این قیام است که امو ارکان عبادت در اون موجود میباشه. ارکان عبادت هم شما گفتیم که خود عبادت ذلت است و 3 رکن داشت که 3 رکن عبادت چی است که یکی خوف است، یکی رجا است، یکی محبت. یعنی وقتی یک مخلوق در مقابل خالق خود ذلیل میسازه، استاد میشه با بسیار تواضع و امیدوار رحمت الله هست و از عذاب الله میترسه و با الله محبت داره، این را قیام توحیدی یا عبادت میگن که الله متعال در قرآن عظیم الشان مسلمانان را امر کرده به عبادات و گفته هست در سوره بقره آیت 238 و قوموا لله قانتین، شما برای الله قیام بکنین با بسیار قنوت، یعنی با بسیار عاجزی و بردباری. قسم اولشی بود. قسم دوم قیام شرکی هست. قیام شرکی کدام قیام است؟ قیام هست که مشرکین با اونمو آلات عبادت، ذلت، محبت، خوف و امید در مقابل مخلوق استاد میشن، در مقابل یک مجسمه استعمال میشن استاد میشن، قیام میکنن، در مقابل قبر استاد میشن اما تو قیام میکنن که ببینید شکل هم تو ذلت خواری و سمی قسم خدا گرفته دستای خدا و ایره قیام شرکی میگن که شرک است و وقتی یک انسان در مقابل یک مخلوق به این شکل استاد شده که در او هم ارکان عبادت داخل شده. فکرتان باشه که ارکان عبادت در او داخل شده. و قسم سوم قیام است که برای مخلوقات میشه و این چند قسم است که این قیام بعضش جایز است و بعضش ناجایز است. یکی قیام توحیدی است، دوم قیام شرکی هست و سومش قیامی که به اشکال عادی میشه، به شکل عادی در مقابل مخلوقات میشه. این علما میگن شما القیام له و القیام علیه 3 اصطلاح استعمال کردن و القیام الیه. فهمید؟ یعنی این کلمات عربی هست. القیام له، قیام له چی است؟ میگه منظورش از قیام له چی معنی؟ یعنی القیام للشخص که یک کسی برای یک شخص استاد میشه و این چی است؟ قیام است که جانب مقابل یک شخص متکبر است و این علاقمند از این هست که مردم در مقابلش وقتی که داخل مجلس میشه کلی برش تیار سید استاد شون و اگر استاد نشه باز این خفه میشه. عن ابی مجلس قال، در حدیث صحیح هست، صحیح چی است؟ حدیث صحیح است و میگه که عن ابی مجلس رضی الله عنه میگه ان معاویه خرج و معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنه میگه ای خارج شد، بیرون مردم 6 بودن و عبدالله ابن عامر و عبدالله ابن زبیر قعودن. این دو شخص صحابی عبدالله ابن زبیر شما میشناسید و عبدالله ابن عامر میگه اردوشان چی بودن؟ نشسته بودن. فقام ابن عامر استاد شد و قعد ابن زبیر نشست. قال معاویه، میگه معاویه رضی الله عنه چون امیر المؤمنین شان بودن و شخص شما در تاریخ میخوانیم فعلا خلافتش است. آل معاویه رضی الله تعالی عنه وقتی که اردوی از اینا را دیدن که یکیشان نشست و یکیشان ایستاده هست، معاویه رضی الله تعالی عنه چون صحابی جلیل القدر بود، آل فعلا در این لحظه باید چی میکرد؟ اما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم، گفت نبی صلی الله علیه و سلم گفته هست من سره ان یمثل له عباد الله قیاما،
کسی که خوشحال میشه که بنده های الله در مقابل از او ایستاد شوند، فلیتبوأ بیتا من النار، یک خانه بر خود از آتش بسازن. یعنی بر از اینا تفهمند که من اصلا با وجود از اینکه خلیفه مسلمان ها هستم، اما علاقمند از این نیستم که کسی در مقابل من ایستاد شود. یعنی امو عمل عبدالله ابن زبیر چی کرد؟ تایید کرد که یعنی این نفر که ایستاد شده، من علاقمند از این نیستم که ایستاد شود، و این کسی که نشسته هست این هم من خفه نیستم که چرا در مقابل من چی استاد نشدی. پس این قیام برای یک شخص اگر دلالت به این میکنه که او متکبر است، دلالت به تکبرش میکنه، و یا امو شخصی که خودش علاقمند ازی هست، این قیام حرام است و ناروا هست، اگر شرک دو نباشه لکن حرام خود بین از او هست. دیگر القیام علیه، قیام علیه چی را میگن؟ این قیام علی شخص، استاد شدن بالای شخص. مثلا یک نفر هم قرار دربار کرده شیشه و دیگه کلگی در بالا سر کلاش چی هستن؟ استاد هستن. اما تو قرار دیگه سه نفری طرف سه نفری استاد است. اینی که است این قیام محظور ای را میگن، میگه این قیام ناروا هست، هم نادرست است. و میگه ای از عادات قدیم مردمای فارس روم بود که امو انسان پادشاه‌های ظالم و متکبر خودخواهشان ای به خاطر امو چیز خود، به خاطر که همه تو کلگی هیبت پیدا کنه و ترس پیدا کنه، باز یک 4 نفر در این طرف خود استاد میکرد، 4 نفر هم این طرف استاد میکرد دیگه، یا باز برش استاد میبودن قرار همه تو تیار سید. این هم قیام است که این قیام اعظام یا تعظیم میگن که بالای یک کسی چی میشه؟ این قیام میشه. از این خاطر میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در باب این مسائل بسیار احتیاط میکردن، یعنی بسیار دقت داشتن که کدام وقت یک کار محظور از پیششان نشه. از این خاطر میگه که در صحیح البخاری یک حدیث است، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه همیشه وقتی که نام عایشه صدیقه رضی الله عنها را میگین بگوین که مادر ما و مادر مؤمنان، ام المؤمنین وقتی که میگن، چرا در قرآن گفته که ام المؤمنین و ازواجه امهاتهم، یعنی همسرای رسول الله صلی الله علیه و مادران شما هست، مادرای مؤمنان است. هر کس مؤمن است، کس کافر است ما کتش کار نداریم در کفر خود باشه، اما برای مؤمنان چی هستن؟ ازواج مطهرات که هستن چی هستن؟ مادرای مؤمنان هستن. از این خاطر همیشه فکرتان باشه وقتی که میگین به خاطر که آیت شریف ما و شما تطبیق بکنیم، میگیم مادر ما و مادر مؤمنان که عایشه صدیقه رضی الله عنها. بله، پس مادر ما و شما المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه؟ این میگه که به خاطر که همین تشبه با پادشاه‌های عجم با مردمای کافر نشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی غالبا احتیاط میکنن. این حدیث اول المؤمنین چه قسم روایت میکنن؟ میگه صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بیته و هو شاکن، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه خود نماز خواند و تو در شک بود، فصلی جالسا، پس امتون نشست و صلی وراءه قوم قیاما، دیگرها در بالا سر از چی شدن؟ نماز خواندن استاده. فاشار ان اجلسوا، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده کنین، و برای ما نگفته که رسول الله صلی الله علیه و سلم برش سجده کنین. اگر میگفت امر الله می بود، بازو برای ما یک عبادت می بود. وقتی که الله گفته فاسجدوا لله، فقط برای الله چی کنین؟ سجده بکنین. پس ما حق نداریم که بغیر از الله به کس دیگه سجده بکنیم. چرا؟ اینجا شما سعی کنید در آیات قرآن وقتی که سوره نجم آیت 62، در سوره نجم آیت 62 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ فاسجدوا لله واعبدوه، پس سجده کنین برای الله و عبادت بکنین. پس سجده از ما چی هست؟ امر الله شد که سجده خاص، لام. شما کسایی که نحو را میفهمن، گرامر عربی را میفهمن، اونا میفهمن که لام برای چی است؟ برای تخصیص است، only special. فقط یعنی شما فقط سجده برای کی بکنین؟ برای الله بکنین، و عبادت فقط برای کی بکنین؟ الله بکنین. و از همین خاطر ما و شما در کلمه طیبه تعهد میکنیم که یا الله اینمی سجده و رکوع که عبادت است، در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده احترام وجود نداره. سجده کلش چی است؟ عبادت است، و ما رکوع و سجده خدا خاص برای کی میکنیم؟ برای الله میکنیم.
اگر سجدی اگر برای اکرام باشه، مثلا یک کس احترام یا اکرام میکنه یک کس را، به خاطر اکرام اگر استاد میشن سلام علیکم و تو چیز میکنن. اما اگر استاد کنه متکبر و مغرور بود که یک کس استاد نشه، باز استاد در حرام واقع میشه. از این خاطر ما بسیاری وقتا به خاطر که در غرور داخل نشیم، در صنف که داخل میشیم سون مؤثرینش سهل نمیکنیم، دست خودی تسلیم میکنیم، برای ما کس استاد نشه. ما شاگردام شما چی میخواین؟ شما این سعی که استاد نمیمانین ما رو، استاد دیگه روز استاد نشدیم خیست ما را چی کرد؟ قار شد سر ما قرآن خواندیم و کتاب لینین نخوانده دیگه، فرق ما اینه مقدر است. فرق بین شما از اونها چیز؟ ما قرآن خواندیم سنت خواندیم و اونا کتاب لینین نخواندن. برای ساز حرام است. وقتی که ساز حرام شد، سرود ملی ما ساز ملی و ملی نداریم. این از کافرها گرفتن. ساز است. وقتی که موسیقی حرام است، حالا ما شما یک تعداد مردم میرقصن، نه عطن ملی، رقص ملی، چی بی غیرتی هست؟ اینا ما چیزی به نام ملی نداریم، اسلامی داریم. آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. فلسطین وطن ماست، مکه وطن ماست، مدینه وطن ماست. این کالی حاکمای طاغوتی ما را میگه به پاسپورت نمیایید، در وطن خود ما را نمیمانه. این چیز است. یک دار اسلام است و یکی دار کفر است. جهان اسلام کلش وطن ما هست. پس ما ملیگران نیستیم. این ملی به معنای قوم پرستی هست. فهمید یعنی؟ این ملی است. از این خاطر وطن ملی از قوم پرستاست. فهمید یعنی؟ کلای خودت شورک میتن، مویاری قسمی توک میتن، چه میکنن؟ این وطن ملی یا ملی هست، این اسلام نمیپذیرن. و سرود ملی هم ما نداریم. فهمید یعنی؟ وقتی سرود ساز است و با دول دنبک و ترا هست و زنده خودم با ساز استقبال میکنه کافرها، مردهشان هم که مرد باز پونگ از کردن میرن. حالا باز بگن که مثلا او را چی بگیم دیگه، سر مردام یک دانه ساز بیاره بگه ساز مرده‌ای ملی. ما ملی چیز نداریم. از نگاه اسلامی این چیزا وجود نداره و ایستاد شدن در مقابل ساز و ترا هیچ ناروا هست و هیچ در اسلام وجود نداره. این یک بدعت جدیدی هست که بسیاری کسا کشیدن، ما در اسلام نداریم. ما نداریم. ما که رفتیم استاد نمیشیم، ما میگیم برادر عزیز والا خوش میشی یا خفه میشی، شما افراطیست. میگیم تشکر. حالا در مقابل ملی استاد نشیدین، چیز بر ساز بخیزید. ساز چیست؟ گرم شلا گرم شاید آزادی المرا، یک وقت میگفتن بازی ها میخوان گرم شلا گرم شاید استاد شد. حالا ما چیم یک چیز دیگه جور کرده که ما چیم چی است؟ مشکل است. نیست در اسلام نیست. ما در اسلام چیزی به نام ملیگرایی ما در اسلام نداریم. یعنی ملتگرایی ما در اسلام نداریم که بگیم ملت پشتون، ملت تاجک، ملت عرب، ملت هزاره، ملت فلانی، ملت فلانی. ما این ملتگرایی یا از سیستم انگلیسی نشنالیستی هست که روسا آمدن، وقتی که روسا اتحاد شوروی رو جور کردن، مناطق اسلامی را به حساب قومی تقسیم کردن. جمهوریت‌ها که زیر دست اتحاد شوروی بود نامش چی ماندن؟ تاجیکستان، ازبکستان، باز می‌بینید ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان. این کلش سیستم USSR است، سیوز که سیوز نه. فهمیدید شوروی؟ اما در اسلام نیست، چون کافر آمدن مسلمان ها رو گرفتن. بخارا و بلخ و اینا در اسلام بلخ بود نه؟ ما مراکز تمدن اسلامی داشتیم، بلخ بود، بخارا بود، غزنه بود، اینا بودن. یه مراکز تمدن اسلام بود اینجا در مناطق شرق، کوفه و بصره بود. در اروپا به نام غرناطه و طلیطله و قرطبه بود در اونجا در اروپا. و به این شکل مثلا در افریقا هم وجود داشت، چند مراکز بود. ما کتاب تمدن اسلامی نوشته کردیم دیگه. اینال ما به نام ملی چیزی در اسلام نداریم، چرا که تمام ملت ها، بلال حبشی، صهیب رومی، سلمان فارسی، سه قاره بودن و هیچ کدامشان ملیگران نبودن. کلشان وقتی که پرسانشان میگن من انت یا بلال، ابن من انت یا بلال. بلال گفتن تو بچه کی هستی؟ گفت انا ابن الاسلام، من بچه کی هستم؟ اسلام هستم. I'm the son of Islam. ما بچه قوم پرستی نیستیم که بخیزیم به خاطر قوم پرستی. از این خاطر اگر یک پشتون با ایمان موحد باشه، ما او را ترجمه میتونم به قومی ما که تاجیک کافر کمونیست است. و اگر یک تاجیک مؤمن موحد باشه، ما او را به یک قومیم که پشتون کافر کمونیست است، او را چی میکنم؟ ترجیح میتونم. از اون خاطر دیروز ما هم درس ابراهیم علیه السلام خواندیم که ابراهیم علیه السلام بر قوم خود گفت و بدأ بیننا
العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. بین ما و شما دشمنی هست تا زمانی که ایمان بیارین به ذات خالق یگانه هست. از این خاطر چی ملیگرایی معنیش است که مثلا تو تاجک هستی، تاجک دیندار هستی، تاجک بیدین هستی، تاجک کمونیست هستی، تاجک فلانی هستی، کلتان ملت تاجک تشکیل میدین. پس این در اسلام نیست. یا تو پشتون کافر هستی، تو پشتون مسلمان هستی، تو پشتون قوم پرست هستی، تو پشتون هستی، ټول مونږ پښتونخوا یو او دا پښتونخوا چې ده کافران، کمونستان، بیدینان، مشرکان، ملحدان، جاسوسان، غلامان د امریکا، غلامان د انگلیس، غلامان د روس، ټول یو بیرق لاندې ټولیږي. د اسلام نیست. در اسلام چی است؟ انما المؤمنون اخوان. وقتی که مؤمن هستی گر در یمنی چوبا منی پیش منی، ور پیش منی تو به منی در یمنی. وقتی که پالیم حتی میگه ولو کان آباؤهم او اخوانهم او عشیرتهم، الله میگه ولو که بیادرش باشه، کافر باشه، پدرش باشه کافر است، کافر است، کافر جان برو. فهمیدین؟ از این خاطر ملیگرایی در اسلام نیست.